برادری سوال کردن عطر و یا تسبیح در مسجد خیرات گذاشته میشه و یا هم وقفی؟ آیا این را با خود گرفتن و از مسجد بیرون کردن و از این استفاده کردن شخصی در بیرون مسجد درست است یا خیر؟ نه خیر برادری محترم، چیزی که داخل مسجد وقف است فقط داخل مسجد استفاده میشه، چه قرآن باشه، چه عطر بوده باشه، چه آب بوده باشه و غیره. و تسبیح اصلا گذاشتن تسبیح داخل مسجد ضرورتی نیست، اگرچه در خود تسبیح اختلاف است که آیا با تسبیح ذکر اذکار گفتن درست است یا خیر. بعضی علما را بدعت میدانند و بعضی علما جواز میدهند و بعضی هم یعنی بهتر نگفتن. خب هر صورتی اگر چیزی مربوط مسجد است انسان او را از مسجد بیرون نمیکنه و اجازه هم نیست برش، و اگر از مسجد بیرون کنه استفاده شخصی به خاطر استفاده شخصی باز گناهگار است. برادر دیگری سوال کردن آیا بعد از سوره فاتحه خواندن سوره فاتحه در نماز سوره های دیگری را اگر بدون ترتیب خوانده شوه درست است یا خیر؟ یعنی بدون ترتیب به این معنا که اولا سوره مثلا الکافرون قل یا ایها الکافرون بخوانه در رکعت اول و باز در رکعت دوم سوره والعصر بخوانه، آیا این درست است یا خیر؟ یعنی ترتیب از پیشش فوت شوه، سوره ها را به ترتیبی که در قرآن است به این ترتیب نخوانه، آیا درست است یا خیر؟ مقصدشان نیست. برادری محترم، بهتر است که انسان ترتیب قرآنی را، ترتیب سوره که در قرآن ذکر است همین ترتیب در نماز مراعات بکنه. اول قل یا ایها الکافرون خواند، در رکعت بعدی اذا جاء بخوانه قل هو الله، سوره های بعدی از را بخوانه. اگر گاهی از نزدش فوت شد یا قصدن یا سهوان باز اشکال نداره. از بعضی صحابه کرام از عمر رضی الله عنه و غیره ثابت است که ابتدا سوره کهف یا سوره دیگری را خواندن و بعد از او سوره یوسف و یا سوره دیگری را خواندن، یعنی ترتیب مراعات نکردن. اگر چنین کاری را انسان میکنه نمازش فاسد نمیشه و خللی در نمازش نمیآید و نمازش درست است. الحمدلله.